تاینگو قطار که نه، پادگان متحرکی که آقای کیم جونگ اون باش میره ددر. کره شمالی یکی از منزوی‌ترین کشورهای دنیاست و رهبرانش به ندرت به کشورهای دیگه میرن و اگرم بخوان این کار رو انجام بدن حتما از قطار و مسیرهای ریلی استفاده میکنن. تاینگو قطاریه که آقای کیم جونگ اون ازش استفاده میکنه و چون ایشون دشمن زیاد داره، این قطار جزو پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین قطارهای کل تاریخه و کلی ماجرا و دنگ و فنگ داره. تاینگو با 2 تا قطار دیگه همراهه. قطار جلویی مخصوص بررسی بخش جلویی مسیره و اگر مواد منفجره یا خطری تو مسیر باشه، افراد داخل این قطار خیلی سریع ماجرا رو حل میکنن. این نکته رو نظر داشته باشید که تمامی افرادی که سوار این قطار پیشرو میشن تو زمینه‌های متفاوت خبرند و میشه گفت هر کدومشون تو حوزه نظامی آچار فرانسه به حساب میان. قطار عقبی هم پر از نیروهای نظامیه تا اگر از پشت سر خطری قطار اصلی رو تهدید کرد، اینا بتونن حمله رو مهار بکنن. در کنار این 2 تا قطار یه هلیکوپتر هم به صورت 24 ساعته بالای قطار اصلی میچرخه و کل منطقه رو زیر نظر داره تا قطار بتونه به راحتی مسیرش رو طی بکنه. شاید باورتون نشه آقای کیم به این حجم از نیرو و امکانات نظامی هم بسنده نکرده و یه هواپیمای خیلی بزرگ هم همیشه بالای این قطار در حال پروازه تا در صورت لزوم نیرو و تجهیزات پشتیبانی رو فراهم کنه. تمامی پنجره‌های این قطار شیشه‌های ضد گلوله دارن و بدنه قطار با موادی ساخته شده که در برابر هر گونه انفجار مقاومه. تو سقف هر 3 تا قطار چندین موشک نصب شده و اگر افراد داخل قطار احساس خطر کنن، خیلی سریع تمامی این موشک‌ها مسلح و آماده شلیک میشن. شاید تو تخیلم نگون جمع این موشک‌ها به قدری قویان که هر گونه هواپیما یا پهپاد رو با خاک یکسان میکنن. به غیر از این موشک‌ها چندین موشک ضد تانک و چندین مسلسل هم توی بخش کناری قطار قرار گرفته که اگر تانک یا هر وسیله نقلیه‌ای به قطار نزدیک شد، در لحظه پودرش کنن. اگر تمامی این مواردی که گفتم نتونن حمله رو مهار کنن، آقای کیم سوار هلیکوپتر شخصیش میشه و فرار میکنه. البته در مورد اینکه این هلیکوپتر کجای قطار اصلی قرار گرفته و چه خصوصیت‌هایی داره، اطلاعات دقیقی منتشر نشده. در نظر اول شاید بگید این قطار امن‌ترین قطار کل تاریخه و تا حدودی هم حرفتون درست باشه، اما این حجم از تسلیحات نظامی وزن این قطار رو به شدت بالا برده و سرعتش رو به شدت کاهش داده. ماکسیمم سرعت تاینگو 60 کیلومتر بر ساعته، ولی خب شرایط داغون مسیرهای ریلی کره شمالی اجازه نمیده این قطار به این سرعت برسه و اغلب اوقات سرعت این قطار به نصف این عددی که گفتم هم نمیرسه و همین موضوع یعنی یه سفر چندین روزه و البته پرخطر. نکته عجیب تر اینه که تمامی این سفرهای چندین روزه برای مردم کره هم کلی دردسر درست میکنه. حالا چرا؟ میگم براتون. 20 تا ایستگاه مخصوص وجود داره که این قطار ازشون عبور میکنه و چند ساعت قبل از ورود این قطار به هر ایستگاه برق کل اون منطقه قطع میشه و چند ساعت بعد از عبور برق دوباره وصل میشه. این نکته رو هم مد نظر داشته باشید که ساعت حرکت و مقصد این قطارها هرگز رسانه‌ای نمیشه و هیچ کس نمیدونه این قطارها کی راه میافتن و کجا میرن. در کنار امنیت عجیب و غریب، آقای کیم تو این قطار به هر امکاناتی که تصورش رو بکنید دسترسی داره. تو قطار چندین اتاق خیلی بزرگ برای آقای کیم طراحی شده و یکشون درست مثل اتاق کارشه و آقای کیم میتونه در طول مسیر هر کاری که میخواد انجام بده. تو این اتاق که گفتم لپتاپ، تلویزیون، ماشین فکس و تلفن ماهواره‌ای قرار داده شده تا آقای کیم کلا چیزی کم و کسر نداشته باشه. دکور اتاق‌های آقای کیم هم کلی ماجرا و داستانه. دیوارهای تمامی این اتاق‌ها سفید رنگه و تمامی صندلی‌ها رنگشون قرمز یا سبزه. کف تمامی این اتاق‌ها از جنس چوب ساخته شده و همین موارد شرایط نگهداری از این اتاق‌ها رو پیچیده‌تر می‌کنه، ولی خب طبق توضیحات مردم کره شمالی این موارد سلیقه آقای کیم جونگ اونه و باید بهش احترام گذاشت. از تمامی این اتاق‌ها بگذریم و برسیم به شیرین‌ترین بخش ماجرا، رستوران این پادگان متحرک. رستوران این قطار جزو بزرگترین و خفن‌ترین رستوران‌های متحرک کل تاریخه و تمامی غذاهای کره‌ای، چینی، روسی، ژاپنی و فرانسوی رو میشه توش تجربه کرد. آقای کیم به اوقات فراغتش هم فکر کرده و چندین خواننده هم تو این رستوران مشغول به کارن و برای آقای کیم آهنگ درخواستی پلی می‌کنن، اونم به صورت لایو به همراه نوازنده. بعد از پایان مسیر ریلی 2 تا لیموزین از قطار خارج میشن و آقای کیم باید مابقی مسیر رو با لیموزین بره. احتمالاً براتون سوال شده که چرا قطار، یا اینکه چرا آقای کیم مثل رئیس جمهورهای مابقی کشورها از جت و هواپیماهای شخصی استفاده نمی‌کنه. شاید تو تخیلم نگون جمع سفر کردن با قطار تو خانواده کیم ارسیه و خانوادگی به قطار علاقه دارن. دلیل این علاقه رو کامل براتون توضیح میدم، پس تا آخر ویدیو صفر بشینید. همین الان تو کاخ کوموژین که بقایای رهبران قبلی کره شمالی نگهداری میشه، یه بخش مخصوص قطارها وجود داره و ماکت قطارهای قدیمی‌تر رو اونجا نگه می‌دارن. آقای کیم جونگ ایل رهبر قبلی کره شمالی به شدت به قطار علاقه‌مند بوده و از طرفی از هواپیما و جت به شدت وحشت داشته و همین موضوع باعث شده قطار
قطار برای خانواده کیم حالت موروثی پیدا کنه. شاید باورتون نشه اما اطلاعات قطارهای رهبران کره شمالی تا یه دوره طولانی درست مثل راز بوده تا اینکه تو سال 2001 آقای کیم جونگ ایل با قطار به روسیه میره و این سفر حدود 1 ماه طول میکشه. در طول این 1 ماه آقای کنستانتین پولوکاوسکی که سیاستمدار روسی بوده همراه آقای ایل بوده و بعد از پایان سفر یک کتاب نوشته و این سفر رو با جزئیات شرح داده و تقریبا تمامی اطلاعاتی که امروز در مورد این قطارها وجود داره از کتاب این آقای کنستانتین الهام گرفته شده. با اینکه تو همون دوره هم قطارهای رهبران کره شمالی به شدت خفن بودن، اما توی سال 2004 اتفاق خیلی عجیب افتاده و همین اتفاق باعث شده این پادگان‌های متحرک طراحی و ساخته بشن. تو این سال آقای کیم جونگ ایل با قطار از ایستگاه یانگچان که نزدیک مرز چین بوده رد میشه و 1 ساعت بعد کل اون منطقه میره هوا. تو این انفجار مرگبار 160 نفر کشته و 1300 نفر زخمی شدن. بعدها رسانه‌های کره گفتن یه قطار باری تو این ایستگاه بوده و داخلش پر از سوخت بوده و سهواً منفجر شده. با اینکه حکومت کره معتقد بوده که این کار یه عملیات حساب شده بوده، ولی خب یه سری هم معتقد بودن که این اتفاق کاملا تصادفی بوده و هیچ عمدی در کار نبوده. بعد از این سلسله اتفاقات قطارهای کره جنوبی به شدت پیشرفت کردند و شرایط رفت و آمدشون سخت‌تر و پیچیده‌تر شده. در حالت عادی وقتی این قطارها از مسیرهای ریلی رفت و آمد می‌کردن، سری عکاس و خبرنگار ازشون عکس می‌گرفتن و مطلب می‌نوشتن. تو سال 2009 این کارم ممنوع اعلام شده و دولت کره اعلام کرده تمامی روستاها و شهرهایی که این قطار ازشون رد میشه باید حکومت نظامی اعلام بشه و هیچ کس حق بیرون اومدن از خونه‌اش رو نداره. با اینکه تا یه دوره طولانی هیچ اطلاعاتی در مورد این قطار منتشر نمی‌شده، اما امروزه تاینگو یا به قول کره‌ای‌ها خورشید نشون دهنده قدرت و تکنولوژی پیشرفته حکومت کره شمالی با آقای کیم به شدت به این قطار افتخار میکنه. در مقابل مابقی خبرنگارها و افراد فعال تو حوزه رسانه معتقدن اینطور سفر کردن برای رهبر یک کشور فقط نشون دهنده ضعف و منزوی بودن یک کشوره. شما بگید به نظرتون داشتن چنین قطاری لازمه یا آقای کیم پولش رو ریخته تو جوب؟ نظراتتون رو برام کامنت کنید.